منتظر خلای چه خلای؟ دلم درد داشتد، دلم درد داشتد. حالا ویدیو خوش دارم. آوش می چقدر مادر خوبه برای مادر اسمم در بابت از غذا. ما چی بگم ما قبول نه. چی بگم که دیگه در خانه نیست خانه نشی. بهتر نشین. مانند. باش تو ما دابخ نشوبدم ابای سیکو ابای بس ابای مت بچمم زینا ها ابای چی مش سیکو اها سلام من نشدیم رو تمام شما رو برای گل امیدوارم در جایی که هستن خوش باشن مسخن دل باشون باشن خوش هم داریم در امروز نه ویدیویی از که پیش یا پیشرو دل من دک دک کنه و چرا دل من دک دک کنه من شما چنان والی میگه دوستای خوب مهربان سلام خدمت همگی شما ان شاء الله که خوش آرام باشین هر جایی که هستین همیشه شاد باشین و خوش آمدید در یک ویدیو بسیار مناسب از پیچ انشالله که از این ویدیو لذت ببرید تا آخر بعد دیده باشید امروز من با چیزی بسیار متفاوت زده گفتم کلا میاد پس بدن ندارم زدم وقتا بدن ندارم این تغییرات همیشه دادم شاید دل دکتر رسید از قدر المقال است دل دکتر ازیم که این بچه ما رو به زور آورده در اینجا که نه اینجا میگه نه دل دکتر از عزیزا که دمیان از که خاله گروپیم رافته با قرآنش والم شده جانونه ما اصل جای کسی ما خیلی وقتا باشده خب خبر نبودم چی تماس یادداشت کنم مشاهد برای این قمار مزید چه بعد بود ایجاد تعاون یا خوب پیدا نمیشه کلا دیگه نکن لک تابه تا حالی نان از مثلا یک لک دو لک بار نخورده بودی اولین بار که نان شب در 5 لک رسیده عزیزا واقعا چهمان شد خلاصه گپیه که روح الله مرا رستوران آورده بریم امشب هم ویدیو بگیریم و هم خاطره ثبت کنیم بعد از خیلی وقت چون من غذای سی فود یا غذای دریایی را خیلی دوست دارم ولی اولین باره که در اندونزیا میخوایم که چوبه کنم یا تجربه کنم هیچ رقم مثلا خلاصه نمیخوام چی انتخاب کردم میگم جفله انتخاب کردم که چیز قلب بر بشد اون پان لگرفی شد ببین حالا گوش کردن خانه نمیایی میگن خانه نمیایی دور خوب کش کنم دیگه سردست خانه نمیشه میگن برماغالم زیاده محیط خیلی کلانه اگه تانستم تا حد ویدیو میگیرم عزیزا محیط خیلی کلانه غذایش رو نشان میدم بلدشم کسایی که در باتم باز لوکیشن از اینجا که خواست اگم از برونچ ویدیو میگیرم شاید هم ده باشه مثل از موری شاید 9 سال اندونزیا اولین باره که میایی دیگه یک چیز دیگه خیلی جالب دوستان باید بازی شما نشون میدم دیستی که هوا امروز گرمه یه دفعه ما کمزون رو برای کولر شد عزیزا در خانه این من هیچ وقت نموندم به اندونزیا و خواست هوا گرمه مگر که روز واقعا خیلی گرم خب خلاصه ای که یک رجال است ماشوال میشن همیشه شما تا آخر سکر منتظر هستی که بایر مخلای چکلای نکنید شما لایک سابسکرایب کنید به شدت گشنه و منتظر نام منتظر خلای چخلای عزای دل این بخش امزی 5 لک بعد بخش 2 نفر آورده یک جام گیتار آورده ما روح الله کمکی خواستی نفر خواسته که باید کمک کنه قد از ما خلاص شنه ایش برینجی بیر سطحشون شو وایم دمینه جام کشتی مانند باش تو ما دابخ نشوبدم ابای سیکو ابای بس ابای مت بچمم زینا ها ابای چی مش سیکو اها یعنی سیکو ابای میش نشوبدی چنگا کای سیکو نه لابه میگه جد نشین اما خوردی که تو مسلم اینیش نشوبدی روح الله
اینش نشدی؟ سعی که ها خرچنگ نه بلدیز من خواب میشته سعی که از جایشم خالی اوه سیشله نه بخشن مزای شیو نکو روح الله خشپش شیو نکو خوش نبود خشپش I don't like خشپش فقط اونزوش اینزی سنگوالایش بیلا منی هم غذای اسمایشی منیش هم غذای جناب عالی من خد اسمای جنگ نوشیدن که نزدم saya order 2 sekarang saya ada 1 lagi ya dua ya sekarang 1 ada ya چی ساستره اوکی برو بپرید سرخه مردم ها لخ سل میگه یا خوب نادیده گیری نبخشیم یک دنه ویدیو میره بلدیز منزی نیشتی منزی؟ ها بخیر تو دعا کوزن جوز خب عزیزای دل متاسفانه در رستوران خیلی غلماغال بود و اما مایک را یا موبایل رش دادم که ریکارد کنم و فکر کردم که ریکارد شدم اما سعیم که ریکارد نشدم متاسفانه ویدیویی از صدا نداشت بسیار صدای پایین بود از خود مایک نبود از خود کامera بود باز ما مجبور شدم که در اینجا صدای خوب کنم دیگه جای شما خالی غذای دریایی را انتخاب کردیم و آورده بلدیز مدرا میخوایی که بخوریم اولین بار بود که من امتحان کردم غذای صحی و با مزه است خوش گذشته خواستم که لحظه از این چیزا را برای شما نشان بدی یا به اصطلاح قدر شما شریک بسازی از هر چیزی که در اندونزیا جور منی بماند اینا یادگاری شاید یک روز یاد کنیم اگر زندگی بود و زنده ماندیم از اگر احیانا از جهنم سبز نجات پیدا کردیم و در ضمن عزیزا منتظر ویدیوهای بعدی از طریق چنل یوتیوب روح الله جان و از بقیه‌اش هم از طریق چنل یوتیوب از ما باشین که یک سفر ما روح الله تصمیم داریم بریم یکی در کجا و به کدام دلیل و برای چی و چند روز موریم تایی از ویدیوها برای شما میگیم که این ویدیو رو خب فعلا از چنل یوتیوب از ما سیل مونین ویدیوی بعدیش که از طریق چنل یوتیوب روح الله سیل کنین که سفر می داشته باشیم در روز آمادگی سفر است حتما سیل کنین و حمایت های خود برای ما نشان بدین و تشکر از اینکه همیشه سیل مونین از کامنت های مقبول و لایک ها و تشویق هایتان امیدوار هستم که همیشه ویدیوهای از ما رو سیل کنین در دیار مهاجرت در کنار از ما در روزهای سخت باشین با تشویق کردن لایک و سابسکرایب و کامنت ما را همراهی و حمایت کنین عزیزای دل و دیگه در اینجا نان قریب دیگه خلاص میشه عزیزای دل دیگه ما هر کدامش که برمونم در اون نشون میدم که اینزی مخری یا ازی جایشم خالی دیگه خیلی خوش گذشته غذای خوشمزه بود و تشکر مونم از روح الله جان بقیه ویدیو رو شما عزیزا سیل کنین
لطیفه جان جانم چطور بود غذا؟ دست درد نکنه، بسیار خوشمزه بود. یک جهان تشکر. دست بده. مثلا اولین بار غذای دریایی بود، سی فود. عزیزا پیشنهاد نو خیره پیسش من اگر رفت گفتن من اول دلم درد داشت، دلم درد داشت. حالا دلم درد نداره به خاطر که ارزش داشت، مزه داد، جایشون خالی سیکل. خیلی نمده همش خورده. ازش خالی شده فکر کنم. نه خورده همش. نه اونجا مهمان دیگه هم داشتی؟ اینش روح الله خورده. دوستا مثلا تنها نخوردیم و 2 نفر خود 2 نفر دیگه مهمان دعوت بده. دیدی که قدره باز زنگ زدیم. یعنی امروز این میره خریده. دیروز رو از زاینر خریدیم چیز استرن از ما خراب شد. میره خریدیم. اصلا این شکل سرصداه نه؟ سرصدای خدا کنه صدا معلومش نه از بیرونش هم صدا شیندهش از بیرونش هم ویدیو میگیری عزیزا. یک چند عکس روح الله اونج میگیرم. باز بخیر ماری ختم شده خانه امنی. دوستا او خاصنیه خوی کمم دیگه نه چک تمام استقوا و پست زمر معلوم میشه. حالا چی پیام داره برای مادر خوبه برای مادر از من در بابت از غذا؟ ما شیک بگم و قبول نه. چی میگم که دیگه در خانه نیست خانه نشی. خانه نشین. اینا که برد داده فدان خوکرش کنیم مگه نه؟ بخشش باشه دیگه آبای های عزیز. مورو الله میتر. نیم شو دل به دریا زدیم دیگه آمدیم دل به دریا زدیم. خرچنگ خورده. خرچنگ خوردیم میوه ها موندیم گوشتای دریایی خوردیم. دیگه ختم شین جنانی خلماقال زیاد خانه مونیم از تا هر یک تنیس ویدیو میگیرم. خب از دل دیگه نان خوردیم جاشم خالی دیگه فعلا طرف خانه رایی شدیم روح الله پولش را پرداخت مونم. دیگه جایش خوب بود اولین بار آمده بودیم در اینجا یعنی 9 سال در اندونزیا هستیم ولی ما تازه در این رستوران هم دادم نان خوردیم خوشمزه بود از قسمی که در پیشه گفتم منتظر ویدیوهای خوب باشین از دل و این رستوران خیلی هم ویو یا منظره خوب داشت که آخر ما روح الله یک چندن عکس گرفتیم دیگه این روح الله در چرت رفته که 5 لک روپی در یک شو خلاص شد در فکر زی رفته دیگه بازم گفتیم خو خیره و دل به دریا زدیم یک شو امی قدر شوق کردیم آمدیم خوردیم هم غذای دیگه نگون دفعه دل دم حواس منه اینی هم منظره بیرون شی کسایی که دبات مستگ خواستن خیلی پارکینگ کلانه بیرون شی اون روح الله پیش رفته و ما از پشت شی کامره دست مسته و میخوایم که از بیرون از اینجا همچنان ویدیو بگیرم و برای شما عزیزا نشون بدیم. شد یک چیزی یا نه؟ ها؟ پسان گوش نموشی یا نه؟ نه نمیشه؟ موتور از ما کدام چیه؟ تا تو روشن منیم یک دفعه از پیش رویش هم ویدیو میگیرم اوکی؟ از بیرون شسته؟ راه رشته از کوموره نمیره میگه طرق افغانی این پیشرویش از سرک عمومیه که میگن خیلی قلماقاله دیگه چون سرکه و اینی هم لاف سی فود است لاف سی فود غذای دریایی البته غذایش خیلی خوشمزه بود خوش ممادک اماد بچه فیلم وی قریب خطاش دادم بچه فیلم اماد حرکت به سوی خانه روح الله رفتک ممندم تستیز برم تستیز ما ایردم اینجا بلو بسم الله الرحمن الرحیم اینجا مادی از زاد نصف را موتور از متلش خلاص شد دیگه اینجا روح الله موتور را تل میزنه و باید هلمت شهری که ما زندگی منیم شهر باتم اندونزیا باید هلمت استفاده کنیم عزیزا به خاطر از اینکه اگر استفاده نکنیم جریمه مونه یک مسئله دیگه به خاطر حفاظت خود از ما است باید همه استفاده کنم خیلی هست که دمی باتم استفاده نمونه و مردم بعد از ساعت 4 بجه بعد از ظهر که تمام ادارات دولتی بسته میشه به شمول زمین ترافیک اینا
مردم دیگه هلمت استفاده نمونه. اما نظر از من که باید استفاده کنه، حداقل اگر به خاطر قانون کشور نیست، به خاطر زندگی خود آدم باشه که زندگی خود آدم برای آدم خیلی مهم است. خدای نخواسته اگر کدام حادثه رخ بده حداقل یک کمک سالم باشیم تا اینکه دور جان آدم بمره. دیگه بل موتور از طرف خانه رایی شده، ویدیو خلاص نشده. ببینید که چقدر بیروباره شهر باتم. تازه ما کم دادی 9 سال پیش اصلا بیروبار نبود. از 9 سال پیش که ما هم دادی اینقدر خلوت بودی شهر. آلی دینمی 2 سال اخیر هم ساختمان ها زیاد جور شده، هم مردم ها خیلی زیاد اینجی آمدن از خیلی شهرهای مختلف اندونزیا. واقعا خیلی جمعیت و نفوس شهر باتم زیاد شده و در ضمن ساختمان ها هم خیلی زیاد شده. و در پالوی از او برای کسایی که میگه که اندونزیا خوب شهر است برای زندگی شما چردیق میرین، آره شهر میبینین خانه های قشنگ، منظره های قشنگ داره، جای قشنگ برای تفریح داره، ولی برای از مایی که به کار و به تحصیل و به سرنوشت هستیم سخته. برای کسایی که اجازه کار و تحصیل داره کار مونه چکر ماره باز بعد از وقت فامیل خسته برای از خوبه. اما اندونزیا برای مهاجرین سخته، واقعیتش سخته. امیدوار هستم که همه مهاجرین روزی از این شرایط باشنه. به امید آن روزی بخیر انشالله. خب دوستای مهربان، موزی نانخورزا که موزی خیلی نواخشه بلده کلاس لطیفه صنف داشته، صنف آنلاین که تیک تاک درس میده. من پیشنهاد دوستایی که نیاز دارن در بخش گرامر ساعت 9 شب به وقت اندونزیا همه شب لایف هسته، لایف درسی برای 1 ساعت هسته. هر کس مشکل گرامر داره باید شاید یکان درس های بدرس چون بخورم مشکلشون حل شونه دیگه. به ما خاطر نواخت شد دیگه ما نشد که ویدیو رو دمه بدید. تیز امادیم خانه دیگه لطفا جان تا کلاس آنلاین خلاص کرد باز دیگه درس داشته که نالم ساعت فیکس تا دقیقه 1 مونده 1 بجه شب میشه دیگه. شما انتخاب آره دیگه خوشحالم از اینکه برگشته دوباره تا یوتیوب. انشالله که بتونی یک ویدیوی خوب بلدشون جور کنی. انشالله که شما حمایت کنید. آره دوستا همیشه ویدیوها سل کنیم سل کردنشون بلد ما که حمایت دیگه. آره از دل کسایی که میخواید که انگلیسی یاد بگیره نام تیک تاک من لطیفه راسخ هسته، شما سل کنین. تشکر عزیزا از تمام شیم ویدیو یا کمک چیش ما میخواسته کسایی که میخواد از درس تیک تاک ما بگیرن باز روح الله یک روز ویدیو میگیره ام در یوتیوب میله او را همچنان. و نام تیک تاک من لطیفه راسخ هسته، برین فالو کنین. ما هر شب انگلیسی درس میدیم. تشکر از حمایت های شما. از ما میخوایم که ما را حمایت کنین. شما ما دانم مهاجرتی با مشکلات ها و افسردگی مجادله جنگ که ده میخوای بلده شما ویدیو جور کنید تا خودون هم از افسردگی بر کنید. پس نیاز شدید به حمایت شما دارید. خب دوستای عزیز تشکر از اینکه همراه از ما بودین و دیگه انشالله که همیشه شاد بمونین آباد باشین. دیگه از اون وقت شب شده بریم یا طرف بازار رو خرید کنیم. گرد بازار سودا می‌کنیم. این چون دکانای سبزیجات که عموما تقریبا از طرف شو است باز دمای سکم کم بسته میشه. اون جایی که ارزانه در مارکت ها همیشه پیدا میشه، مارکت ها قیمته. باز اونجا که ارزانه به اون خاطر اونجا میریم دیگه. بریم سودا رو آورده باز استراحت کنیم. ناق نامش گرد بازار نیشته. خب شما متوجه خود باشین دیگه، همیشه خوش آرام باشین دیگه. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.